فلانی آقا فکرن این حسی که رابطه واقعیه و فلان و اینجوری به ما نمیده و خب بیرونم دیدیم که درست حس کرد. اینا همه تلاششون اینه که منو بدن از زمین نمیدونم برام رو. همراهان وفادار سلوی سودا، درود بر شما. بدون فوت وقت میریم سراغ حواشی جدید این برنامه. اولا که فکر کنم هممون موافق این قضیه باشیم که کنترل حواشی به وجود اومده توسط بچه‌های عشق ابدی بعد از ضبط برنامه حتی از دست کارگردان و بقیه عوامل هم در رفته. درسته تا یه جایی خود سازنده دستور عمل این حواشی رو میداده، ولی دیگه الان با اتفاقات اخیر تقریبا مطمئن شدیم که درگیری تعدادی از بچه‌ها با همدیگه صرفاً شو نیست و واقعیه. مثلا مهمترینشون تناز و نگار. داستان جدید اینه که تناز اومد و گفت پیج دومش تو اینستاگرام توسط نگار ریپورت و از دسترس خارج شده، ولی در واقع کار نگار نبوده و ادمین چنل تلگرامی نگار یعنی همون ساره این کارو کرده و حتی استوریش هم کرده. گرچه خب خیلی‌ها میگن اگر ادمین نگار این کارو کرده پس خود نگار هم مطلع بوده از این اتفاق. از طرفی ساره برای اینکه پای نگار تو این مسئله گیر نباشه گفتش این جریانات ارتباطی به نگار نداره و مالک اون گروه منم. هرچند یه روز بعدش تناز دوباره بازیابی کرد پیجش رو و به قول خودش دشمنانش ناکام موندن. چطوری؟ صبحتون بخیر. آقا این دشمنان ملعون ما دیروز که ما در عیش و نوش بودیم بیکار و علاف بودن و به قلمرو ما حمله کردن. یه دونه چی میگن زخمی داشتیم، یه دونه مجروح داشتیم پیج ادزم که ببین که ما درگیر خودمان بودیم اینا درگیر ما بودن، یعنی به جای اینکه سرشون تو زندگی خودشون باشه سرشون تو زندگی ما و جنگ تا پیروزی. من که دیگه خودتون خواستین. اینا همه تلاششون اینه که منو بدن از زمین نمیدونم برام رو اعصاب من یا هر کاری که از دستشون برمیاد رو کنن، ولی هرچون میگذره مردم بیشتر به کثیف بودن اینا پی میبرن و بیشتر دستشون واسه همه رو میشه و فقط با این کاری که دارن میکنن خودشون رو نابود میکنن. من که حالا خیلی جورترم، کسی که حواسش مهمه نه چیزی منم مهم نیست، ولی تو ببین کجا ضرر کردی. الان ما تو پارکینگ گم شدیم، ماشین کجا. و البته طبق معمول با بالا گرفتن این حواشی پای عوامل برنامه هم به ماجرا باز شد. خانم مریم تهمتنگ یعنی همسر کارگردان دوم این برنامه یعنی آقای پاکنهار توی استوری به شدت این کار گروه نگار یعنی حمله به پیج تبلیغات تناز رو محکوم کرد. متنش رو با هم دیگه بخونیم. بابا خجالت بکشین، جمع کنین خودتونو، واقعا چقدر ترسناکین. شما تو مهمونی ها تو فستیوال با هم میزنین میرقصین مشروب میخورین، بعد چجوری اجازه میدین تو این تلگرام ها به دوستاتون بی احترامی بشه؟ بس دیگه سرتونو بکنین تو زندگیتون. به قول خودتون که میگین دارین فالوور و تبلیغاتتون رو میگیرین، نوش جونتون، ولی بس دیگه خجالت بکشین. پدر و مادر کسی نیست که بهتون حساب بده. تا کجا نقش بازی کردن؟ اوکی همه بد بودن، ما که خوب بودیم، خوبی کردیم، نون تو سفرتون گذاشتیم، جایگاه دادیم بهتون، پس ازش درست استفاده بکنین. نون همدیگه رو میبندین که چی؟ تبلیغات یکی رو میبندین که بیاد سمت خودتون. از همه سوء استفاده. شما به خودی هم میزنین. چقدر ترسناکین. حالا فکر کنم که وقتشه یه اسپویل ریز ولی خفن واسهتون داشته باشم که در مورد نگاره. نگار که یکی از پرطرفدارترین های این برنامه است، خیلی ها تو فضای مجازی عنوان کردن که اگر نگار حذف بشه دیگه عشق ابدی رو نمیبینن و از اونجایی که قبلا درس کرده که نگار قراره تو قسمت های پیش رو حذف بشه طرفدارانش از الان حسابی ناراحتن. قبلا تو یکی از ویدیوها گفتم که به گفته پژمان مسعود مترجم بچه‌ها تو برنامه که با نگار رابطه دوستی نزدیکی دارن تو اواسط برنامه اخراج میشه. حالا اینکه اخراج میشه یا واقعا خود مسعود از برنامه خارج میشه دقیقا مشخص نیست. ولی چیزی که جالبه مسعود چند روز پیش یه استوری مبهم گذاشت. اون نوشته بود الان وقت سکوته، قسمت 68 وقتشه. از اون طرف نگار قبلا تو استوریاش عنوان کرده بود که برنامه رو بعد از پخش نمیبینه چون یک بار بودن تو اون فضا رو تجربه کرده و با دیدن دوباره رفتار شرکت کننده ها حس بدی بهش دست میده.
و بعدش به دانیال گفته بود شاید از حدودای قسمت 65 خودم هم برنامه رو دیدم. و خب احتمالاً همونطور که خودتون هم متوجه شدید با کنار هم قرار دادن این پازل میشه یه جورایی حد زد که نگار تا قسمت 70 احتمالاً قراره که از برنامه حذف بشه. اگرچه الان هممون میدونیم که حذفی ها تو فینال ها و هر 10 قسمت اتفاق میفته و از قسمت 60 تا 70 بعید میدونم حذفی دیگه رخ بده مگر اینکه طبق برنامه نباشه. از اینها گذشته خبر داغ براتون آوردم. توضیحات جدید طناز در مورد نگار و اینکه نگار چطوری تونسته با بازی روانی بسیار پیچیده‌ای خیلی از آدم‌ها رو طرفدار خودش بکنه. شما هم گوش بدین بگین که آیا باهاش موافقین یا نه. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبین؟ آقا من لازم دونستم که امشب یه صحبتی باهاتون داشته باشم. من الان طناز نیستم و یه آدم بی‌طرف و کلاً دور از عشق ابدی، کسی که داره میبینه یا کسی که بگیم اونجا از نزدیک شاهد هر اتفاق و شخصیت هر کسی بوده میخوام صحبتی بکنم. طناز به نوبه خودش بعضی جا اشتباهاتی کرده و همونجا باهاش روبرو شده و همه بر ضررش یا بخوایم بگیم بر خلافش نظر دادن و سعی کرده که اونجا درست کنه یا حالا نکرده. به هر حال هر کسی منطقی باهاش صحبت کنه، اونم کرده. این در مورد طناز. بخوایم بپردازیم به این که چرا همه بچه‌هایی که اونجان دست میذارن روی یه رابطه و میگن اون رابطه فیکه. دلیلش اینه که واقعا هم فیک بود. چرا که این خانم با دوست پسر دوستش تو رابطه است و این حسو ما اونجا میگرفتیم. حالا ما اونجا در جریان نبودیم که ایشون دوست پسر دوست صمیمی این خانم هست و این حسو میگه آقا این رابطه فیکه، این رابطه الکی، این رابطه به خاطر بازیه. و در مقابل این نشستیم صحبت کردیم و نظرمون رو دادیم آقا فیکه، من نمیپذیرم. و اونجا مسابقه بردن رابطه است، عشق ابدی، یعنی بین رابطه ها. در نهایت هممون باید یه عشق رو تعیین کنیم. پس معلومه که حق اینو داریم نظر بدیم. قضاوت نمیتونیم بکنیم ولی میتونیم نظر بدیم، میتونیم صحبت کنیم. این که میگین خاله زنک، حالا بزنید سیزن دوم بیاد، بچهای سیزن دوم میان در مورد این رابطه باهاتون صحبت میکنن که اونجا شما مجبوری صحبت کنی. صحبت نکنی الان محتوایی نیست که بیننده ببینه، اینقدر شما نمیشین ببینید. ما اونجا اومدیم گفتیم فلانی و فلانی آقا فیکن، این حسی که رابطه واقعیه و فلانی و اینجوری به ما نمیده. و خب بیرون هم دیدیم که درست حس کردیم. ولی این خانم یه جوری بازی روانی رو درست کرد که آقا داریم میگیم بچه‌ها تو برنامه ریالیتی شو یه نفر برای ما فیلم بازی کرد، ولی خب ما بازم اونجا فهمیدیم که فیلمه و نمیخواست بپذیره. میاد یه جوری میچرخونه اینو، این بازی رو یه جوری به نفع خودش میبره که مثلا بگیم میگن خب حالا که چی، تو به فکر خودت باش. نه، اون حداقل فیلم بازی کرد، اون حداقل فلان بود. میدونید اسمش روشه، فضای مجازی. و ممکنه یه آدم بیاد اونجا قربون صدقه من بره ولی بیرون منو ببینه با یه مش بزنه تو صورت من، یا حتی یکی اونجا فوش به من بده بیرون منو ببینه قربون صدقه من بره. و هیچ چیزی توی مجازی واقعی نیست، اسمش روشه. من نمیدونم چرا نمیخوایم بپذیریم این موجی که درست شده، حرفایی که گفته میشه. حالا من خیلی در مورد این چیزا بازتر صحبت کردم ولی خواستم بگم که تو اون ریلا خیلی ها در مورد واقعیت صحبت کردن و واقعی بودن، ولی با بازی روانی این بیرون که از روز اول شروع شده. خیلی ها که حالا اکثر مردم یا حالا بگیم عده‌ای از مردم، جمع کوچیکی یا جمع بزرگی، نمیخوام توهین کنم به کسی، عقلشون رو دست یه آدمی میدن که خودشون از خودشون بدشون میاد. یه دختر وقتی از خودش بدش میاد سعی میکنه فیلم بازی کنه، یعنی اینقدر شخصیتش مزخرفه که میخواد یه جور دیگه خودش نشون بده. یه دختر وقتی از خودش بدش میاد، چیز کوچیک بخوام بگم، بخواد استوری بذاره، هم افکت بندازه، هم فیلتر بذاره، هم ادیت کنه، از خودش متنفره، چون اونقدر خودشو خوب نمیبینه که میخواد واقعی جلوی دوربین باشه. یه نفر وقتی سنشو دروغ میگه یعنی از خودش بدش میاد. میدونی دروغا خیلی بزرگه، فقط ما نمیخوایم ببینیم. تی نگیرید. خیلی رابطه‌هایی هم که الان شما دارین میبینین که هنوز مثلا بعد از عشق ابدی با همن، دروغ و مجازیه. تنها زوجی که بعد از برنامه با همن، واقعا با همن، من و شاهینیم و بقیه فقط دنبال منفعتشونن. بریم سراغ آقای مهراد که از وقتی به برنامه ورود زده هر شب لایو داشته و به سرعت هم رو موج حواشی سوار شده. گرچه چند روز پیش تو لایو مشترکش با سودا گفت که دیگه قرار نیست راجع به کسی صحبت بکنه و کاری به کار کسی هم نداره، ولی از همون روز همچنان تمرکز و محوریت حرفاش روی بهاره و دیگه کار به جایی رسید که دیروز یه استوری تهدیدآمیز گذاشت و عوامل برنامه رو هم حتی تهدید کرد که مدارکی که بر علیهشون داره رو میکنه. حالا اون مدارک چی هستن خدا میدونه. متن استوری مهراد رو کامل براتون میخونم.
تنها درسی که از عشق ابدی گرفتم اینه که بعضی آدم‌ها چقدر راحت با سیاست میتونن بعضی از بیننده‌ها رو گول بزنن با رفتارهای فیک و مظلوم نمایی‌هاشون. چیزی که در این برنامه جالبه اینه که کلاً جای آدم خوبا و آدم بدا عوض شده. باز اینجا هشدار میدم به دوستان شرکت کننده، پشت صحنه، جلوی صحنه، بغل صحنه، همتون میدونی چه اسناد و مدارکی دارم و چقدر صدای ضبط شده و ویدیو دارم. هرچند که به زودی اینا اینقدر به هم میزنن که خودشون تو خودشون همو تخریب میکنن. پس هشدار که نخراشید آرامش ما را، وگرنه دود آتیشی به پا میکنم که همه با هم توش بسوزیم، حتی خودم. من امروز اگر حرفی نمیزنم، واکنشی نشون نمیدم، به احترام کسایی هست که براشون ارزش زیادی قائلم. پس پا رو دم من نذارید و بشینید ماستتون رو بخورید و ویدیوتون رو بگیرید. 2 روز دیگه لنگ اجاره خونتون میشید. مهراد در پاسخ به بیننده هایی که تو کامنت ها اومدن بهش گفتن خاله زنک هم باز یه توضیحی داده. براتون میخونم. ببینید من یه توضیحی بدم راجع به اصطلاح خاله زنک بودن. دوستان عزیز، بیننده عزیز، کانسپت و پایه و اساس این برنامه خاله زنکیه. اصلا اون وتره‌ای که توی تیوی که پخش میشه واسه اینه که شما پشت هم حرف بزنید، بعد بیان به شما نشون بدن، شما هم واکنش نشون بدی، جنجال بپاشه که جذاب باشه. وگرنه شما فرض کن همه میشستن از همدیگه تعریف میکردن و خوب میگفتن، این برنامه دیگه چه چیزی برای دیدن داشت؟ خود بیننده هم به خاطر خاله زنک بودن برنامه میشینه این رو میبینه. انسان غیبت رو دوست داره، دنبال این نیست 4 نفر اونجا ژست و تیپ بگیرن از همدیگه تعریف بکنن. خواهشاً این رو درک بکنی که حتی اگر ما ساکت میشستیم یه گوشه، از ما خواسته میشد که نظر بدیم و حرفی بزنیم. اگه هیچ کس راجع به کسی نظر نمیداد و غیبت نمیکرد یا مسخره نمیکرد، کجای این برنامه رو نگاه میکردیم؟ مهراد از اون طرف هم یه شمشیری برای امیرحسین کشید و تهدیدش کرد که دیگه حرفی از سودا نشنوم. سودا خط قرمز منه. متن استوری های مهراد رو خطاب امیرحسین براتون میخونم. به خاطر حرمت نون و نمک که کاش حالیم نمیشد و خواسته کسایی که برام با ارزشن که نمیخوام خم به ابروشون بیاد. ولی اینجا تموم نمیشه. کوچکترین حرفی، لایوی، استوری چیزی ببینم چشامو میبندم و پا میذارم روی تمام ارزشام و تک تک داستانا رو میریزم وسط. این استوری رو خیلیا به خودشون بگیرن. صبر من حدی داره. استوری بعدی مهراد. سودا خط قرمز منه. دوست عزیز فشاری، اگه یه مردی با یه خانم رفتار درستی داره به خاطر تربیتشه، برخلاف امثال شما که بلد نیستن با پارتنرشون و یه خانم چطور رفتار کنن، به خاطر اینکه پر از عقده هستن و فکر میکنن با بشین پاشو دادن به پارتنر خودشون جلوی دوربین میتونن جلب توجه کنن. من به حرمت نون نمکی که تو خونه خود من خوردی تا الان هیچ واکنشی نشون ندادم، اما اینجا برات می‌نویسم یه بار دیگه اسم من و سودا رو بیاری، جایی تخریبش کنی، کاری باهات میکنم که سرتو نتونی بالا بگیری. جمع کن کاسه کوزتو وگرنه جمعت میکنم لوزر. چیز جالبی که وجود داره اینه که بعد از این همه استوری پر از نیش و کنایه که مهراد خطاب به امیرحسین نوشته، امیرحسین همچنان هر دو پیج مهراد، یعنی پیج پابلیک و پرایوت اون رو فالو داره که خب جای تعجبه.